صبح بخیر خانم ها و آقایان. دیشب خیلی خوب خوابیدم. اینجا واقعا ساکت و آروم بود، حتی قورباغه‌ها هم صدا نمیدادن. فقط گاهی اوقات ماشین اینجا رد میشد باعث بیدار شدن من میشد، چون اینجا تو سربالاییه. بعضی ماشینا مجبور بودن گاز بدن، ولی فوق العاده بود. هوام صاف بود. من یه لحظه اومدم بیرون که دیدم، یه عکسم براتون گرفتم. خیلی ستاره‌های پر زرق و برق اینجا هستن. آسمون واقعا قشنگ بود اینجا. من همچنان مشکل آب دارم و باید برم دوباره پایین یه مقدار دیگه آب بیارم و آبو بجوشونم بریزم توی قمقمه هام، چون آب خوردن پیدا نکردم. باید آب رودخونه رو بجوشونم و همونطور که می‌بینید زندم. یعنی دیشب که آب رودخونه رو جوشوندم و خوردم مریض نشدم. این یعنی که جواب داده. و آب جوشونده همیشه همه میکروباش و باکتریاش میمیرن و باعث مریضی نمیشه. یه جوری هم مثل همون کار فیلتر رو میکنه. میرم تا این چشمه پایین، آبو برمیدارم میام میجوشونم، وای میستم خنک بشه، میریزم توی قمقمه، جمع میکنیم و میریم. اینو چقدر سرصدا میکنن. خوبه دیشب صدا نمیدادن. این گیاه گزنه است، میدونین اگه بزنه داغ میکنه. در کنار این گیاه همیشه یه گیاه دیگه میروه که این شکلی است. هر محلی اسم خاصی روش میذاره. مثلا ما بهش میگیم پلخوم. وقتی که گزنه شما رو زد، این رو برگش رو بگیرین و بمالین رو جای گزیده شده، خیلی زود خوب میشه. سلام، صبح بخیر. سلام داداش. هنوز توی شیب تند مسیر هستم. 1 ساعتی هست که حرکت رو شروع کردم. باید تا 700 متر برم بالا. آبی که جوش آوردم و تو این ریختم همچنان داغه، یعنی یه جورای جوشه و میخورم تأثیری نداره تو تشنگی. باید هر چه زودتر یه چشمه پیدا کنم. چه حالی میده دوچرخه سواری وقتی که جاده صافه. آروم دارم میرم ولی کیف میکنم. دارم مسیر اون روبرو میبینم. ببینیم مارپیچ دارن، ماشینا بالا میرن. هنوز سربالا ادامه داره. با سیستم آبخوری خودم عوض کنم. دیروز قرار گذاشته بودم که قمقمه به قمقمه کنم و وقتی قمقمه تموم شد برم آب بگیرم و اینا رو خالی نگه دارم. اما الان فهمیدم که آب همه جا نیست، مخصوصا توی ییلاق. باید حداقل 2 تا 1.5 دیگه داشته باشم غیر از قمقمه. یه پرنده قشنگ است اینجا میخونه، خیلی قشنگ میخونه. از صبح این دور و بر من میچرخه میخونه. اینجا یه کلبه عشایر هست. ببینم که اینا آب از کجا برمیدارن. شاید چشمه چیز اینجا باشه، چون اینا بدون آب که اینجا نمیمونن. درسته؟ پس میتونم ازشون سوال کنم. سلام مادر، خسته نباشی. یه ذره آب میخوام. چشمه اینجا هست؟ اینجا بیام؟ خیلی ممنون. باش. آب خنک. 2 تا قمقمه رو آب کردم و یه دونه 1.5 لیتر. این من تا چشمه بعدی میرسونه. خب آب ما حل شد، میریم بالا. دست شما درد نکنه خانم. خداحافظ. من چون زیاد عجله ندارم، هر 1 ساعت یه بار میشینم تو این چمنا. هر جا میشینم پر از گله، یعنی انواع اقسام گلا در اومدن. اینجا هم نشستم، یه چترم باز کردم که این آفتاب اذیت نکنه. یه مقدار ساق طلایی میخورم و آب. این طبیعت رو نگاه میکنم و میرم. صدای پرنده ها رو اصلا نمیشه شنید. الان پرنده‌هایی که اینجا هستن با شدت دارن میخونن، اما پشت سرم رو نگاه کنین میتونین ماشینا رو بشمارین. همه میرن سوبات ها. سه تا هستن، نه 4 تا. تا 11 تا.
یعنی پرنده اونجا خودشو داره جر میده که ماده صداشو بشنوه، ولی صدای ماشین اون من نگران اون نرم. جای خوبی رو انتخاب نکرده واسه ماده بازی کردن. پیاده روی خیلی بهتره. سلام علیکم. قربان در. خب بعد از اینکه این شلوغی ها تموم شد، همه رفتن دنبال زندگیشون، اینجا سکوت برقرار میشه و من هم اومدم کنار جاده تا بهتون اینو نشون بدم. فکر کنم اینو بشناسین. ببینید چقدر خوشگله. با کف دست من مقایسهش کنین. اگه بازش کنم دقیقاً اندازه کف دست منه. بهش میگن گل خشخاش یا همون شقایق که این بالا خیلی از اینا هست. اینم قنچه هاشه که به زودی باز میشن. این احتمالاً تا فردا باز بشه، این تا 2-3 روز دیگه. من جکم رو براتون توضیح بدم. این جک در حقیقت دسته تی بوده که من از وسط نصفش کردم، یه چوب داخل این کردم، یه چوبم داخل این، و به این ترتیب پشت دوچرخه‌ام میتونم حمل کنم. هر وقت خواستم وایستم اول ترمزا رو با این کش میگیرم که ترمز گرفته بشه و بعد جک رو داخل هم میکنم و اینجوری دوچرخه‌مو میتونم نگه دارم. کنار جاده رو نگاه کنین، ردیف گل در اومده. انگار که گل فروشی گلخونه است. انواع اقسام گلا، رنگ و رنگ. خیلی قشنگه اینجا. سلام. سرپاینی خوش میگذره؟ شکردش این بر 4 نوع گل اینجاست. همین جایی که من نشستم دقیقا 4 نوع گل است. یه دونه این زرده است، یه دونه این بنفشه است، یه دونه خار مریمه، همون 3 تا است. اینم نهارمه. نودل گذاشتم که بپزه بخورم. یعنی آماده میشه. واقعا نهار خوردن توی همچین جایی فوق العاده است. از بهترین رستوران سوباتان هم اینجا بهتره. درسته نودله ولی خیلی میچسبه. اگه دوردست رو نگاه کنین، سفیدی که اون بالای دامنه میبینین گوسفندان که سر ظهر داره برمیگردن. اونا صبح رفتن چرا، سر ظهر برمیگردن، 1-2 ساعت دیگه دوباره میرن چرا. یه عده رفتن یه عده میان. روز تعطیل، 3 روز تعطیل پشت سر همه و سوباتان خیلی شلوغه مسیرش. یه قشنگی اینجا همه رو میکشه به سمت خودش. اون مسیر سوباتانه، اون پشت سوباتانه. من این ور رو نمیرم، از این طرف میرم به سمت شکردشت. مسیر من این وره اسبومار و از این پشت باید برم، اما آب ندارم. طبق معمول باید برم اون پایین، یه چشمه است اونجا، برم اونجا آب بردارم دوباره بیام بالا. دوچرخه رو همینجوری میذارم چون اینجا خلوته، فکر نمی کنم مشکلی پیش بیاد. الان که دارم فقط با کوله پشتی حرکت میکنم برم اینجا آب بیارم، به فکرم زد که چقدر راحت دارم الان حرکت میکنم. من چرا با دوچرخه میام از سر بالا؟ یا کوله پشتی خونه دارم اونو برمیدارم و خیلی راحت توی ییلاقا میتونم بچرخم. چه کاریه من توی این سر بالا با دوچرخه میام؟ دستام داره یخ میکنه. چیه مگه اون زیر؟ سوباتان اونه، اون جاده. بریم پایین. آره دیگه، بعد اینجوری باید بریم. فرق بین دوچرخه و کوله پشتی اینی که من با دوچرخه وقتی باشم از خونه میتونم برم به مقصد بدون که سوار ماشینی بخوام بشم یا چیزی. اما با کوله پشتی، البته اینو بگم، دوچرخه سخت‌تره. تو سربالایی‌ها واقعا دوچرخه سخته، نمیشه هولش داد و همه انرژی رو میگیره. اینو داشته باشین. کوله پشتی نه، تو سربالایی‌ها راحت‌تری. منتها دم در خونه نمیشه اومد تو شهر با اون کوله پشتی حرکت کرد. مثلا بعد رفت به یه شهر بزرگ رسید اونجا با کوله پشتی. مثلا خیلی مردم توجه میکنن تو شهر باشی با کوله پشتی، توی این مناطق باشی خوبه، ولی توی شهر خوب نیست. و توی این 2 روز فشار زیادی بهم اومد، چون که واقعا من الان به ارتفاع 2000 متری رسیدم. 2 روزی دارم پل میدم و به سختی رسیدم اینجا. به هر حال دارم بین این 2 تا تصمیم میگیرم. آیا سفر بعدیم که یه سفر طولانی تر هست و از ارتفاعات بالای آق اولر باید رد بشم، آیا با کوله برم یا با دوچرخه؟
فعلا که 70 کوله. قبلا هم از این غلط ها کردم. 70 کوله گفتم باز با دوچرخه. باز اینا اومدن دیگه. خدا اینقدر از موتور بدم میاد. چرا از موتور بدم میاد؟ دلیلش اینه، خودتون ببینید. صدای پرنده ها، زیبایی، هیچ گرد خاکی بلند نمیشه، بدن آدم سالم تره. برم یک، دومی، سومی. سلام، حسن از قربونه. چهارمی. با ماشین گشتن یعنی واقعا حال میده. سلام قربونه. اینم توییتا. سلام قربونه. خانم ها و آقایان، سرپاینی های ما شروع شد. میخوایم بریم اسب سرا. یه جای خیلی جالبه. امشب اونجا میمونیم، بعد فردا صبح اگه خدا بخواد حرکت میکنیم به سمت اشبه. دوچرخه یه خوبی دیگه هم داره، اونم وقتی که سرپاینی میشه با سرعت زیاد و خوب راحت میتونی بری به مقصد برسی. اما با کوله پشتی که هستی، سرپاینی هم تقریبا مثل سربالایی، نه تقریبا مثل سطح صاف میمونه، چون نمیتونی زیاد تون بری، زانوات آسیب میبینن. به هر حال سرعت تو توی کوله پشتی همیشه یکسانه تقریبا، ولی با دوچرخه نه. تو سربالیا عین لاک پشتی، توی سرپاینی هم که عین خرگوش. الان ما خرگوش. باور کنید بوی این گلا تمام این فضا رو پر کرده. هم خوش رنگن هم خوشبو. واقعا قشنگ. اینجا خوشبو هم هست. این الکی نیست مردم این همه خرداد میان بالا، شلوغ میشه، این همه سر صدا توی ویدیو افتاد، مال همینه. اینجا محل اسب و ماره که اسب و مر هم میگن. نمیدونم چرا توش اسب داره، ولی خب معنی‌های مختلفی برای اینجا گفتن که من هیچ کدوم یادم نیست. یه مسجد سبز رنگ داره اون سقفشه که از توی نقشه‌های گوگل هم وقتی میخوام اینجا رو پیدا کنم از اون سقفه پیدا کنم. معمولا اینجا مغازه‌هاش من ندیدم باز باشه، شاید غروبا باز میکنه، ولی فقط چند تا خونه است و از اینجا ما میچسبیم به شکردش. یعنی اسب و مر که تموم میشه شکردش شروع میشه. شکردش دیگه یه علاقه بزرگیه. از 20 سالگی به اونور میتونی تمرین کن. آره نه بابا، 2 روزه داری میری ان شاء الله. میام اسب سرا. چه محل آرومی اینجا. دوست داشتین یه تیکه زمین اینجا می‌داشتین، توش خونه می‌ساختین. ببینید اینجا برق نیستا، آنتن هم نیست. طبیعتش اینطوریه. یا اینکه بعد از 2 روز حوصلتون سر میرفت. یعنی بدترین کفش موجود برای دوچرخه سواری و کلا فعالیت‌های ورزشی همین بود که من اونم ورزشم آوردم. اینجاشو دیشب دوختم، الان به موی بنده. انقریبه که این بزنی بیرون. گاهی اوقات آدم عقلشو میندازه کنار و چیز دیگه ای رو به جاش برمیداره که نتیجهش میشه این صندلا. ولی خدا رو شکر تا اینجا رسیدم، مجبور نشدم پا برهنه جلوی مردم رکاب بزنم یا هول بدم دوچرخه رو. خدا رو شکر. یه ذره از اون ساق طلایی مونده، اونو بخورم. اول شکرده اش یه دورا هست، اونجا مغازه است، میتونم برم یه سری چیز برای شام بگیرم، شاید تون ماهی بگیرم برای شب. خیلی اینجا قشنگه، آدم دوست نداره دل بکنه، مخصوصا که اینجا ساکته. این صدایی که میاد دارن این میله های فنس اطراف زمینشون رو محکم میکنن که سیم خاردار بزنن و اینا حیوونا توش نرن یا مردم توش نرن. این صحنه رو که میبینم یاد ویندوز XP میافتم.
سلام قربانت. اینجا اسب سراست. این اسبایی هم که اینجا قشنگ به اینجا میان. اون بالای اون تپه من میتونم چادر بزنم. منتها تنها مشکلی که هست که باید دوچرخه رو بکشم ببرم بالا. اول بارا رو میبرم بعد دوچرخه خالی رو میبرم، چون یه تیکه خیلی تنده. یه چشمم این بغل هست که هر وقت بخوام آب میتونم بیام ازش بگیرم. و اینجا چادر زدم. اینجا فوق العاده است، هم محله خوبیه، هم جای خیلی خوبی دارم برای چادر زدن، هم منظره عالی روبروی من هست. یه مقدار غذا خوردم چون خیلی گرسنم بود، دوباره غذا خوردم چون واقعا انرژی زیاد مصرف کرده بودم. الان یه خورده خوابم میاد، ولی خب داخل چادر نمیشه خوابید برای اینکه آفتاب نمیذاره، خیلی گرم میکنه چادر رو. ولی همین دم در چادر یه خورده خنکه. البته یه دونه اونجا زیرانداز گذاشتم که احتمالاً میرم یه خورده اونجا میشینم و تا غروب خورشید این محل رو تماشا میکنم و اینجا فوق العاده است. ولی خب تا یک ساعت دیگه فکر میکنم سگا برمیگردن از سر کار و اینجا کلا در اختیار سگا قرار میگیره، چون اونا خیلی سرصدا میکنن و کل محل رو مال خودشون میدونن. برای همین من یه گوشگیر اسفنجی دارم که میذارم تو گوشم و میخوابم. و برنامه سفر 2 روزه من همینجا تموم میشه و همه شما رو به خدا میسپارم. امید دارم که از ویدیوهای من خوشتون اومده باشه و یه خورده‌ای به درتون خورده باشه. خدا نگهدار.